اومدم. ببخشید. بله. الناس خانوم امرتون. او هستید شما؟ بفرمایید. من یه ساعت اینجا منتظر شما. شما برای چی منتظر من وایسادی؟ من طرف خواهر محسن اومدم. برو آقا مزاحم نشو. زنگ میزنم 110. زنگ بزن 220 هستن. چرا بابا. میزنی خانوم؟ برای چی اینجا وایسادی؟ خیلی اصلا قلقاتی یا خبر داری اصلا از محسن؟ نه اصلا نمیخوام هم خبر داشته باشم. همین دیگه، بی احساسی. اصلا چجوری واسه چی اصلا آفریده شدی شما؟ احساس نداری. دوست دارم اینجوری صحبت میکنم. شما حق نداری اینجوری حرف بزنی. برای چی اومدی اینجا؟ میدونستی امروز الان خواهر محسنم به خاطر همین داشت بهت زنگ میزد جوابشو نمیدادی. من دیگه جواب کسی رو نمیدم از سمت اون.